ناگهان زن گناهکار شهر حاضر شد، زنی که می‌دانست مسیح در خانه مرد فریسی در حال غذا خوردن است. بطری مرمرین محتوی معجون را برداشت، پشت سر او ایستاد، کنار پاهایش نشست، پاهایش را با اشک چشمانش شستشو داد، پاهایش را با موی سرش خشک کرد، پاهایش را بوسید، پاهایش را با معجون تقدیس کرد. مرد فریسی که او را دعوت کرده بود با مشاهده آن منظر اندیشید اگر این مرد پیامبر باشد حتما می‌داند زنی که او را لمس می‌کند کیست. او زنی گناهکار است. مسیح اشاره‌ای به زن کرد و ادامه داد: این زن را می‌بینی؟ من به خانه تو آمدم ولی آب برای شستشوی پاهایم نیاوردی. ولی او پاهای مرا با اشک‌هایش شست، با موهایش خشک کرد. تو ورود مرا تبرک به حساب نیاوردی، ولی او از لحظه ورود به بوسیدن پاهای من پرداخت. تو روی سرم آب مقدس نریختی، ولی او مرا با آن معجون تقدیس کرد. به همین دلیل باید به تو بگویم که بیشتر گناهان او بخشیده می شود، زیرا بیشتر عشق ورزید. ولی کسی که کمتر عشق بورزد کمتر گناهانش بخشیده می شود. کتاب مقدس.